اصلاحت میکند. بانگ شعیب ناله اش وان اشک همچون ژاله اش چون شد زیحت از آسمان آمد سحرگاهش ندا. همین حضرت شعیب علیه السلام یا مردی صالح به تو 40 سالگی شد. اینکه همین قیام شب دوست است و به شب همین گریه میکرده است که تو همین دمیدن یوسف در گریه بوده است. حتی میگه یک سحر یک آواز غیبی شنید. گر مجرمی بخشیدمت از جرم آمرزیدمت فردوس خواهی دادمت خاموش رها کن این دعا. ای مردک خوب، خداوند گفت اگر گناهگار باشی گناهات بخشیدم. این همین خطی بخشش عفو ولوی معصیتت کشیدم. اگر همین طلب فردوس نباشی این فردوس بلندترین درجه جنت است. حضرت میگه این للجنت 100 درجه، جنت 100 درجه داره. مابین کل درجتین که مابین السماء و الارض. فاصله بین هر دو درجه جنت مثل فاصله بین زمین تو آسمان است. و الفردوس اعلاها، همین بلندترین درجهش فردوس است. منها تفجر الانهار الاربعه، همین 4 نهری که در داخل جنت هستند سرچشمه‌اش همش فردوس بوده. مکان پیغمبران فردوس است، مکان صدیقا، مکان شهیدا، مکان صلحا، مکان مردای واقعی همش در فردوس است. با حضرت امتوش توصیه داد گفت فاذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. وقتی از پروردگار طلب جنت میکنه البته فردوس طلب کنید، همت اون پس نگیره. خدا کم در همین اولا کم سرشوی جنت هم جو کنی مایلش طریق به همتی های کم همتی های. وقتی میخوایی که پیغمبر هر روز ببینی از صحبت پیغمبر استفاده ببری همت پس نگی، بگه فردوس طلب کن. همین خداوند میگه گفتش که اگر او فردوس بخوای دادم دیگه بس گریه نکن. گفت نه این خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیان. گر 7 بحر آتش شود من در و بحری لقا. گفت نه برای جنت گریه دارم نه ای ترس دوزخ. با وصال پروردگار گریه دارم. اگر همین خداوند بشارت لقاش بتم همه 7 اقیانوس همه با آتش مبدل شوند و ولکان شوند بپرم به یگون ایبو. گفتم بار کم گریی که کم تا کم نگردد مبصری، که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکو. ای حضرت گفتم بسیاری بعد گریه نکن که چشمات کور میشود. او یا نعمت پروردگار ای که محروم شدی دیگه دنیا را چکار میکنی؟ گریه بسیار نکن. گفت در ده چشمم عاقبت خواهند دیدن آن صفت. هر عضو من چشم میشود کی غم خورم من از اما. اگر خدای تعالی مستحق دیدارش بگردونم گفت تمام اعضای بدنم چشم میشود، قلبم چشم میشود، پیشانیم چشم میشود، دستام چشم میشود. کی من پروای کوری دارم؟ بر عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن تا کور گردد آن بصر کنیس لایق دوست را. نه که اگر خدای تعالی از همین دیدارش که محرومم گردونده باشه ناشگری همین دیده بیناخی من گذشتم به بحری میو من در کارش ندارم. سبحان الله. در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نابینا بود، نابینای مادرزاد با نام ابن مکتوم. در بعضی کتاب رجال در بعضی روایات عبدالله بگم شد، در بعضیش عمر اومده. ابن مکتوم از اون زمره مسلمانای اول به درجه اول که ایمان آورده بود. ولی سوره عبسه در همه اطراف همه اسباب نزول. در روز حضرت صلی الله علیه و سلم همراه سرای قریش صحبت دوره دعوت شو کرده است به اسلام. کسایی که زمام امور قریش در دستشون یک. اگر او مسلمان شوند آخه تمام قبیله قریش مسلمان بشه. کی میآید چشماش بشورن نابینا کجا میدونه که چی با حرکت کی شیشته است. و گفت یا رسول الله وصف جنت که لذت ببریم. حضرت اهمیتش نداد، صحبت چه دوام داد. که با نزدیکتر اومد یا رسول الله گفت و خدا خزم مشتاق صحبتت شدیم، یک صحبت که اطراف جنت لذت ببریم. بسیار حضرت دماغش سوخت که مقصد اینجا مسئله مهم رفته است. من مردم دعوت دارم و تو مسلمانی وقتی صحبت ما تو زیاد های همینجا میمونی که قطعی مردم گپ زنم. حضرت
خشمش کرد تا قواقوش دکتر روش گردون که جبرئیل علیه السلام سوره عبسه را هم آیت‌های اولش آورد به حضرت عبس و تولا ان جاءه الاعمی. حبیبی من گفت خداوند عبس عبس کرد یعنی قواق انداخت و تولا یعنی که روش گردون پشت گردون به خاطر آنکه یه نابینا اومد. آخه این نابینا قدر منزلتش در پیش الله ای میلیون ای بدبخت ها و این سرورا را بالاتر ای. همه هر وقت دیگه میگم ابن ام مکتوم نزد حضرت میومد ای جوش میخیست ریداش در زمین او ای جا ای کلپچه و گلیم بداخت مردم در بالای زمین میشیدن. حضرت ریدای مبارک تند میکرد میگفت مرحبا بمن عاتبنی فیه ربی. خوش آمدی کسی که خدای تعالی به خاطر تو مرا عتاب کرده است. وی نوبینایی دیگه درجه و منزله دارن. حضرت وقتی که از مدینه بیرون میشید در بیشتر اوقات همین حضرت ابن ام مکتوم امام تعیین میکرده است والی تعیین میکرده است در مدینه منوره. همین در نماز بامداد در مدینه همیشه دو اذان بود. اذان یکم حضرت بلال میگفت این اذان یکم برای بیدار کردن مردم آماده شدن شو نماز شب خوندن شو بود. اما نمازی را که همین در دمیدن صبح صادق میگفت همین ابن ام مکتوم میگفت است. حتی در صحیح بخاری اومده است حضرت میگه این بلالا یؤذن باللیل. بلال به شب اذان میگه فکلوا واشربوا حتی تسمعوا تأذین ابن ام مکتوم. تا زمانی که اذان ابن ام مکتوم نشنوه نخره میگه چی خوردنتون دوام بتید در روزا ولی صبح ندمیده است. در ابتدای دمیدن صبح صادق همین ابن ام مکتوم میگه اذان میگفته است. تو خدا که بندت بگیره چشمت روشن میشه و دیگه احتیاج به هیچ چشمم نیست. صدرالدین عینی قصه میگه در همین یادداشتاش میگه در پیشمال یک نابینا بود. نابینای مادرزاد. قدرت پروردگار خداوند هم خیلی حافظه قویش داده است. میگه که تمام یعنی کتابای تعلیمی درسی را از یاد میدونست. هر هفته یک روز میگه در خانه قاضی مردم نشست داشتیم مدرسای بهترین علمای بهترین به خروج میشیدن. همین نابینا را می آوردن میگه در صدر مجلس میشنوندن سوالش میدادن و حضرت جواب میگفت است. را ببینید بعد یک چند مسئله را حل میکنه. یا دوملا میگه خشاب به حالت خداوند حقیقتا نعمتی بزرگ داده است اما یک نعمتی خیلی بزرگ است و سیتان دای. میگه چی؟ میگه همین روشنایی ده چشم آخی. اوه این دنیا اینقدر زیباست. اینقدر رنگ جیلا داره. این صنع پروردگار را میبینی اوه شیسرت میکنه. خداوند اینو میتونه محروم کرده است. همین چیزا را نمیبینی. میگه حقیقتا من زرد ای سرخ فرق نمیکنم. سیاه ای کبود فرق نمیکنم. میگه سفید ای سیاه فرق میکنم. همین صبح کشید دمید میفهمم که صبح دمید است. روشنی را مثلا احساس میکنم. هم مقصد رنگ همین چورنبیلی را میفهمم دا سوید نویش هم که نفهمم. باید دوملوی دیگه از نحو عربی یا عباره را میگه غلط میکنه. باید میگه دوملو شما میگه غلط کردی درستش اینه ایخید میشه اصلاحش میکنه. اصلاحش میکنه این مردک دوملوی بخورو خی درسش همون صرف نحو به دست خجالت میکشد در پیش رفیقاش سرخ میشه. و این دوملوی را که ایران سوالش کرده بود میگه حضرت این همی آدم سرخ شید. این هم فهمیدم که همی آدم سرخ شیده یعنی شد داد به دستش. مقصد ایزو کشیده سرخ شیده. این همی خریوش فرق میکنم میگه. سبحان الله. یعنی خدای تعالی چشم قلب روشن کنه. چشم شیعه دوملو بخشش هر روز قصه کردم ده همون خط لفتون رو نامدم بلکه اگر یک بار بود اصلا قصه کنیم در برای شخصی گفتیم که در مدینه منوره یک وقت همون مشورت می شود که اون کسی هست که به جهاد برای جهاد کنه از برای خدا بعد نه زنگ کرده و فرزندان نشده بعد همون جهاد می رود همون را اگر شما استریق سبحان یعنی قصه زنی صالحه واقعی. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحه. دنیا به حیث متاع است. دنیا را استفاده میبرند. یا خوردنی ای یا نوشیدنی ای یا پوشیدنی ای یا بوییدنی ای
یا سوار شدنی های بهترین متاع دنیا زنی صالحه های. زنی صالحه که بهترین متاع نمیشید یه حضرت ها بشیستن ای نورک در عربی اومدن در هم گیر دهانو دختر کمه یوخی همه احتیاج دارن به زنی صالحه برای که حقیقتا نعمتی بزرگ های. این قصه تاریخی های. امام مالک در مدونه شبیه را اومدگی های. میگه انا پدرش از موالی به دست یعنی که شخصی که غلامی که آزاد شده است اسلام قبول کرده این تجارت میکرده است وقتی که میبره همین یک فرزند داشته است همین دکانشا قطعا دور و ندور برای این فرزند میراث میمونه و میره وقتش تو فرزند وصیت میکنه که بچه‌م یگون دخترک صالحه را بیو زن بگی مقصد که هو یگون چیزت مونه تخمت مونه بینام نشان نرایی این فرزند صالح هم بسیار نعمتی خواهد در حق دعا میکنه به خدا قسم ای دنیا و تمام نوش نعمت دنیا بالاتر های. قصه کوتاه یک دختری صالحه را جستجو میکنه یک دختری ای تخمه خوبه نکاح میکنه میگیره همین 2 ماه قطعی زنش زندگی میکنه یک روز مسجد بیاد خون یگون چیزت مونه تخمت مونه بینام نشان نرایی این فرزند صالح هم بسیار نعمتی خواهد در حق دعا میکنه به خدا قسم ای دنیا و تمام نوش نعمت دنیا بالاتر های. قصه کوتاه یک دختری صالحه را جستجو میکنه یک دختری ای تخمه خوبه نکاح میکنه میگیره همین 2 ماه قطعی زنش زندگی میکنه یک روز مسجد بیاد خونش در عوالی به دست این عوالی در مدینه منوره به مسجد حرام بسیار نزدیک است. عوالی میگن این جای قدر آباد نبوده است وقتش دار ولی خیلی الحمدلله همه دیگه خونه‌های بلند و شیرینه شده دیگه عوالی جای بسیار توزیع شده دیگه. مقصد می‌آید که در مسجد امام خطیب بانگ اشتراک زده است که امپراتوری ویزانتیا امپراتوری روم هجوم کرده است و ملک مسلمانان شهری را قره تصرف کرده است در شام. مسلمانان را دعوت دادند که بخیزی از وطن تو دفاع کنید از وطن اسلام. بعد درباره فضیلت مردایی که به خاطر الله می‌جنگند صحبت میکنه. این همه بعد همه به فکر می‌گفته این بچه حوزی همه فرزند ندارم امکانیت دارم اگر حوزی ندارم که خدمت نکنم بعدا ای کجا دیگه این امکانیت فراهم می‌آید یا در سرسیاق تولد شود دیگه پشتی امور دیگه سرگردان به هیچی نمیرسی. همین در فکر اندیشه قوتور خونه می‌آید زنش دیگه میکنه این زنه که به عقل این وجاهت شوهر میفهمه که میگم پرابلم داره بعد پرسکو قدم میگیرم مرده چی گفت پیروز شد چی برای چی در فکر فرو رفته بعد زنش قسم میکنه که این خیلی در فکر فرو رفته نه که اخی من میرم تو را با کی میگونم این زنم زنی سویان گفت من خدا دارم تو تشویشی ونا نکنش من هرگز مانع ایت نمیشم در این کاری خیر زنی به عقل بخیر میشه واقعی میگه زن بعد پارسا شویش سفر کرد نه مالی و نه برگی داشت در خورد یکی گفتش به تنهایی و خواری نه نان نه زر چن میگذاری یک زنک میگه تری شوش در سفر زندگیش بسیار با مشقت میگذشته است نه یا ذخیره و نه یا پول و مال و یا آدم میگه ای زنک اوخی به تنهایی و خواری میگردی اوخی پیرخره یک خط خبر که طلاق شبگی یا شوی دیگه که تو چی عذاب میکشی جون در عذاب میمونی زنش گفتا که تنها نیستم من که اندر خربت مولا هستم من من تنهای چیه؟ من پروردگار دارم کسی خدا داره تنها مرو علیکم السلام بیا شما بیا بیای بالاتر بیا تا که تنها نیستم من که اندر خربت مولا هستم من مرا به شوی روزی به شود راست که روزی خوره شد روزی ده اینجاست ولی خدا را شکر گفت زندگی من دوره شوهرم بدن خوب میگذره برای اونم یه روزی خوره بود و روزی ده پروردگار همین جای کو رزاق خداوند رزق روزی را میرسونه و حضرت میگه تو ای مرد از زن کم نمایی چنین ایوای تو ترسا چرایی قصه کوتاه این مردی خدا میبره اول هم برادرای زنش دعوت میکنه و میگه من در همین شهر هیچ که ندارم
همین به سبب نکاح همین خواهر شما با همین شما قرابت و حرمت مصاهرت پیدا شده است. این همین زن به شما و شما را به خدا سپاریدم. من همین میرم مقصد به خاطر الله یگان سیزون خدمت میکنم و با میگردم میام زندگی مون دوام میتیم. قدرت با تاکید میکنم میگه اینا 30,000 دیرهم دارم. اما مقصد که سرمایه‌اش 30,000 دیرهم بده است. این 30,000 دیرهم پول کلونه. تو اومدن اینا را میگه همین مردی کار بگیری، همین خانه‌های شهر دیگر شده از مدینه منوره شکل صورت شلکه دیگر شده بود. الکه در زمان خلافت حضرت عثمان مسجد نبوی را حتی ایسری نو ساخته بودند. همین را یک خونه زمانوی که یک همطوری خسکپاک داشته است. خونه که ما داشتی اندکای. میرا قدرت پروردگار اسیر میگالته. مدت 18 سال غلام با غلامی میگرده. بعد 18 سال با همون کتابت مکاتب میشود جان خچه میخره. تو میگرده با وطن با حجاز میوید که ای بین 20 سال گذشته است. در شهر میدروی اولی میگه من خونه ما میشناخته باشم. این بچه این شهر تماما دیگر شده است. ولی شاید خونه و در این مورد دیگه کده باشن در این مدت. میوید که همون خسکپا در اولی چه خیلی بدم تایستوده. خب با میگه این زنی من یا مرده یا شوی دیگه کرده از رفته. اصلا همین شخص وقتی بینام نشان گم شد عموما یکم درکش که یافت نشید. یعنی این فتوای مذهب امام مالک در امروز ما هم از بس که همین مشقت میغلطه علمای حنفی هم اصطلاح کردگی هم به همین قول 4 سال که گذشت زنش مثلا نکاحش فسخ میکنن عیده میپویه و بعدی شوهر میکنه. یا من گفت شاید شوهر کرده رفته باشد دیگه ترتفته سمیجاره. همین نوع قصد کفتن در خونه را داشت که صدای اذان پیشین در گوشش میآید. 20 سال خونهش ندر اومده است. میگه خداوند دعوتم داره حی علی الصلاه. اول دعوت خدا را اجابت کنم. مسجد میروه که بین سنت فرض یا مقدار وقت است یک داملای ریش سیاه بالای منبر ده صحبت داره. 7 فقیه بزرگ مدینه در پای منبر شتگی هم را گوش کرده است. همین خیلی صحبت شیرین داره. همین خیلی با استدلال همین دیگه میگه خدا پدر و مادر تا رحمت کنه. همین خیلی خداوند یا فرزندت بتا دیگه همین دنیا با خدا به ارمان میره یوخی. عید دیگه نعمت بزرگ میشه. بعد نماز فرض وقتی که ادا میکنن شما دید. وقتی نماز فرض ادا میکنن خونهش میآید. هم در کفته است که همون جوانی که بالای منبر صحبت میکرد باید شاگردش میآید. یکی هم شاگردش امام مالک ابن انس بود است. امام اهل سنت و الجماعه. اومد گفت السلام علیکم امک جان چی خدمت کنم؟ گفت علیکم السلام بچم هیچی خونم اومدم. بای امک گفت خونه ما گفت خریدینش. گفت ای وقتی یاد دارم همین خونه ما بود. بچم میگه این خونه من چه خونه شما شید؟ همین وقت در همین جنجال و رزباری همیو درک شده میشه و یا عورت بگوید سطر پوش میگه میکنه و میگه ربی خدا جان تماس کنه این پدر تای این همو ابو عبدالرحمن بود از کنیش این همو فاروق ابو عبدالرحمن های پدر تای دیگه پدر پسر هم دیگه را اوغش میگیرن خیلی او دیده میکنن. این جوان ربیعت رعی بود است. یکی از فقهای بزرگ مدینه منوره که استاد به واسطه حضرت امام مالک ابن انس است. حضرت امام اعظم ابو حنیفه هم در موسم‌های حج وقتی که میره خونه خدا را زیارت میکرد به مدینه می اومد در حلقه درسی همین ربیعت رأی شرکت میکرد است. بعد میدرویان در خونه خیلی گیله و جیگیله میکنن از هر موضوع صحبت میکنن. بعد این فاروق زنش هم میگه زنک یاد داری که وقتی من میرفتم 30,000 دیرهم موندم در پیش برادران گفتم که همین خونه را بگیره شکل صورتی نو و زمانوی کنه. این بچه این خونه همون خسکپای بود فتر شده است. ایام مبلغ یکون مقدارش باشه اگر خیلی بچه هم جوان مرد شده بیار بتیده مقصد دست دوستینه بر بزنیم همین خونه را ایسری نو کنیم مثل همین همسایه ها. زنه که شیردیل شجاع میگه که ابو عبدالرحمن 30,000 دیرهم اونه در پالو تشتگیه پول تا نخوردم نپوشیدم خونه و در نکردم. همین وقتی تو رفتی من حامله بدم میگه ایتا این همین تیفلک تولد شد 7 ماه بعدی رفتن ایتا
تفلک کودک ربیعه نوم داره بعد مقصد ایهمی خوردیش بردم در پیش قاری قرآن موندمش در 4 سالگیش حفظ قرآن کرد اما 7 فقیه بزرگی مدینه و بسیار شخصیت‌های بزرگ بودن حضرت قاسم ابن محمد ابن ابوبکر صدیق سلیمان ابن یسار محمد ابن واسع این شخصیت‌هایی است که در عالم اسلام یا مشهورند یا کودک قبول نمیکنه این مردکو درساشو بسیار بلنده هر کدام یمیره هدیه و تحفه گرفته و اینمی نون و دسترخوان کرده و به گردن کج آب دیده که فرزند ایما زینایتی باید امیره قبول کنه در پیش اینم 7 فقیه تعلیم گرفته یهی همین 30,000 دیرم یک تینش نمونده در این فرزند صرف کردم خیلی اگر دعوه داشته باشی میریم یکون جو قرض قبولم بکنیم میونیم اکی گفتم ایتیم که دیگه گریون شی گو زنک قسم به الله گو من 100 بار روزیم این بچه در بلوی منبر صحبت میکرد من نفهمیده در حق خودم دعا کردم در حق خودم دعا کردم که خدا پدر و مادر در رحمت کنه اگر زنک قسم به الله گفت غیرتی تا ای غیرتی ما در زیاد بود است هیچ وقت دیلم نمیشید که من تمامی سرمایه ما در بچه صرف کنم شاید از سرش یه مقدارش صرف میکردم لیکن ایتا که 30,000 در یک کودک صرف کنم هیچ دیلم نمیشید ای برادر خود در این اکسیر زن کم نباید صدقی مرد از صدقی زن اون دل مرد که از زن کم بود اون دل باشد که کم زیش کم بود این مرد که غیرتی زن کنه داره و حقی همین چه جوان مرد گفتن هم نداره نگی زنی خوب و صلیحه ایله بخیر در حیات و غیر خونم رسانه ای دستگیره اگه این قصه را بسیار کردگی ما چکو کریم که ایشون بگو را گفت شد از این مونده نشما ناو شنیدیم خدا حفظ کنه باش خطی همه شخشو میکنه و روزی دیگه هم یاد پیش استادش میگه حضرت همین کتاب در دستم غلطی دست همین را یاد دیگه همین مسئله بعضی مسئله را بیشتگه او یا حقیقت داشته باشن نداشته باشن میگیره اوضاعی ایالا خونده است ماشاءالله هر وقت میگه هر مسئله را میبینه یک قد ایجوش میپره ماشاءالله این میگه نمیدونم این کی باشه و بسیار شخصیتی بزرگی این خیلی این مسئله را حل کرده است و که حقیقتا طبیب بوده است بعد حضرت میگه که همین امام اعظم ابو حنیفه یعنی یک چند مسئله کوی جزئی شما نوشته برای ترو اردم چیزی که در یادم است از اینا حضرت قول هر کس گوش نکرد همین معانیده و مقصد که حسودا در جامعه خیلی زیاد هستند این حضرت چی جوی سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم قول صحابه پیغمبر از همه بالا میدونست اگر هم یک روایت از صحابه میدید حتی حدیثی ضعیف اگر میدید رأی خودش ترک میکرد و به همه عمل میکرد این مقصد در حقش تهمت همین تهمت های زیاد میکردن در خانه ساخته هم وقتش ده از بس که حضرت آدم بزرگ بود علم زور داشت خدای تعالی دولت و نعمتش داده بود کارخانه های کلان داشت اخی کارخانه های کلان این خزبافی داشته است این خزش همین متای ای همه پیشی همه عصر بود کیم خوب پادشاه و رئیس ها و آدم های بدولتی را خریداری میکردن این حضرت یک کارخانه استحصالی داشت صدها دکان صدها فروشنده مالش در مزاربه به حد مقصد خدای تعالی داده بودش برای همین دیگه همین آدم میره که خدای تعالی داده باشه مال حلال با خاصتا که مال حلال در راه خدا صرف کنه علمش داده باشه که در راه خدا صرفش کنه بخوای نخوای در همه عصر همین خودفهما و بدبختا و حسودای هستن که مثلا تایی طعنه میزنن حضرت در مدینه منوره میاد حلقه درسی محمد باقی فرزند امام زین العابدین من میگه تو کی؟ میگه من ابو حنیفه اکنی یک کده همین قدر علاقه بدگویی کرده که گو همو ابو حنیفه که رأی خودش بر قول جدی ما ترجیح میته جدی ما گفته رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نظر داره اگه که جانم فدای جدت جانم فدای خودت از جان گفت شما شخص عالیمی اینا حلقه درسی دارید شما بگین که مرد قوی تر است یا زن گفت مرد گفت اگر به شرطی که من با قول جدی تو فتوا نمیدادم و برای خودم عمل میکردم با عقل خودم
мероси зана дар тақсими мерос ду баробари ҳаққи мард мекард. мо мегем ки мард ду баробари зан ҳақ дорад дар тақсими мерос. ӯ барои зан мишти парай ку ай моли падараш агар ақлан бигири зиёдтар бирасад дар зиндагиш мақсад ки хела кӯмакш мешавад. Го ҳазрат пешоб наҷистар аст ё ки оби манӣ? Гуфт албатта баул пешоб. ҳақиқатан пешоб ай оби манира наҷистарай. оби манӣ агар хушк шава ба фарки ёбис тоза мешава. ина меранге ки лой дар бадана тар шидаги дар либосу тагар манӣ боша ин ами такиш тоза мешава. не ки агар пешоб боша то 3 бор нашӯиш ҳар бор агар наҷафиш тоза намешава бишушта. ва пешоб наҷистарай. ва агар ман ба ақл раъи худам ки фатво медодам шахсеро ки пешоб мекуна ҳамуро мефармидам ғусл куна, на одамеро ки эҳтироми шидаст. ҳазрат гуфт намоз қавитар аст ё рӯза? гуфт намоз бузургтарин ибодати парвардигор намозай ку. гуфт агар ман ба раъи худам ки фатво медодам занҳоро дар ҳолати ҳайз амр мекардам ки намозҳои таркшидашуна қазоӣ бихӯнанд, на рӯзуҳошуна. барои намоз қавитарай ку. ҳамун фатво ҳамин аст ки зан дар ҳолати ҳайз агар намозош ки фавт шида боша халос ба ҳамин соқит мешаванд. аммо агар дар рамазон шида боша рӯзҳоеро ки хӯрда ай сари нав қазоша медорад. ва мегӯяд Муҳаммади Боқир ай пешониш буса кард, гуфт лаънат бар ҳасудо. нисбати худаш гуфт қавлои дигарро гуфтам. ин ҳазрат дар тӯли ҳаёт 55 бор дар ҳамин мавсими ҳаҷ ширкат кардагиай. ҳар боре ки меомадааст Макка ба зиёрати равза меомад Мадинаву ҳамин бузургоро аялав зиёрат мекард. марди худо ира бубинед ҳар кадомеша дастовез мебурдаст одами бадавлат буд. бо вуҷуди ҳамин иқадар кинаш мезананд, иқадар маломат мекунанд, иқадар суханои қабиҳ атрофаш гап мезананд, ҳамин бадгӯҳои палид то ҳозира ҳамин кор ҳастай рӯхи дар асри 21. аммо алҳамдулиллоҳ ака и исломай рӯхи одамои ҳақгӯ ва ҳақҷӯ зиёданд. дар васфи имоми аъзам Абу Ҳанифа уламои 4 мазҳаби аҳли суннат вал ҷамоат худоро шукр китобҳо навиштагианд дар маноқибаш. бо аз ҳама маъруфтарину муътабартарин китобҳои маноқиб автобиографияи имоми аъзам Абу Ҳанифаро бо ҳамин шофии мазҳабҳо навиштагианд. хайротул ҳисон фи маноқиби Нуъмон ибни ҳаҷари ҳайтамӣ, табйизу саҳифа фи маноқиби Аби Ҳанифа ҷалолиддини суютӣ. ҳатто ҳамин шайх ваҳбаи Сулаймон дар маноқиби имоми аъзам Абу Ҳанифа дар асри 20 навиштааст, як олими азҳар ҳаминам шофии мазҳабай. шахсияти ҳақиқатан бузургу хизмат карда дар шариати ғарои муҳаммадӣ ки ҳаст, алҳамдулиллоҳи раббил оламин, тири душман ҳамеша хок мехӯрад. имрӯз ҳам мебинӣ пайравои мазҳабаш аз ҳама дар дунё зиёдтарак ҳастанд. ҳазратҷон мо як дуо мекунем. ҳадиси мавзӯъ ҳамин масъалаҳои ҳадисҳои мавзӯъро бисёр эҳтиёт кунем. оле ҳамин ҳадисҳои мутавотир ҳастанд. ҳадиси мутавотир ҳадисеро мегӯянд ки ҳамин ака сабуктаринша бигиред, дар ҳар табақаи рувод на камтар аз 10 ровӣ ривоятш карда бошад. ака ин дар ҳамон замони саҳобат на камтар аз 10 саҳобӣ боша, баъд ин табақаҳои тобиину табаъ тобиину дигараш бо зиёд шидан мегирад ку. ҳадиси мутавотири маънавӣ бисёрай, не ки лафзиш бисёр камай. ҳатто ҳамин Абулфараҷ ибнулҷавзӣ иддао кардааст, мегӯяд ки ҳадиси мутавотири лафзии саҳеҳ як таъмаки ало ман кадаба алайя мутааммидан фалятабавва мақъадаҳу минан нор. огоҳ бошед, касе бар ман дониста дурӯғеро мебанда, ба дасти худаш ҷойгоҳша дар дӯзах омода кардааст. одаме ки дидаву доништа медонад ки ҳамин ривояти мавзӯъай мегашт, одатан фуқаҳо эҳтиёт қати фатво метан, меган ин мартакиби гуноҳи кабира мешавад. ин шахс дигар шаҳодатш дар ислом қабул нестад. аммо муҳаддисҳо меган ки кофир мешавад, аз доиратулислом хориҷ мешавад дар дониста қасдан будан. вале ин масъалаҳои чизоеро ки асл надоранд лозим нестад гуфтан. ҳақиқатан ҳамин мактаби куфара, мактаби фуқаҳои куфара сироҷи уммат гуфтанд. пайғамбар нагуфта, ҳазрати Али гуфт. аммо ба ин шакле ки мегем, яъне ки дар замони Абдуллоҳ ибн Масъуд ҳазрати имоми аъзам Абу Ҳанифа набуд, вақт набуд. вақти ҳазрати Али мегӯяд Куфа омад, дид ки
زیاده از 4000 عالم و متعلم در شهر کوفه در مدت چند سال عبدالله بن مسعود کوفه را که شهر نوبنیاد بود در زمان حضرت عمر ساخته شده با مرکز علم فرهنگ اسلامی حتی دنیوی تبدیل داد. همه دید ذوقش کرد و گفت اصحاب ابن مسعود سرج هذه الامه. شاگردای ابن مسعود چراغ‌های امت هستند. اگه اصحاب ابن مسعود کیه؟ علقمه و اسود. همین مکتب فقهی امام اعظم ابو حنیفه با واسطه امام حماد و ابراهیم نخعی و علقمه و ابن مسعود میرسند. همین را گرفتن متاسفانه بعضی متاسفای خودمان اگه شاید به خاطر با بزرگی حضرت باشه گفتن که میگو که حضرت احتیاج به همتری روایت موضوع نداره. همین که درجه و منزلت داره. میگن حضرت پیامبر صلی الله علیه و حضرت انس خدمت را با حضرت امام مونده کنیم. این روایت موضوع است. همین را گفته است. سيكون بعد رجل أنا اسمه نعمان كنيته أبو حنيفة فهو سراج أمتي. این روایت موضوع است. این را متاسفانه دارم که بعضی کتاب‌های فقهی مثل اینمی سلات مسعودی و انتریو نوشتگیان یگان اصل نداره. میگم که حجت هم نیست. اینه که امام سیوطی همون روایتی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که لو کان العلم معلقا بثریا لناله رجال من ابناء فارس. میگه مصداق کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین ابو حنیفه است. امام اعظم البته که حضرت صلی الله علیه و سلم سلمان نشون داد. نه که حضرت صلی الله علیه و سلم شماره جمع خطی گفت که رجال. انا میگم مصداق تصدیق کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم همین امام اعظم ابو حنیفه است که حقیقتا عالم و به علمش پر کرد. بابایشون ما طرف خوبالی سفر داریم ازش. برو حاضر کنه. همین مدرک‌های شریعت پروردگار دائم برپا کنه. آمین آمین. جمله بعضیش با نور ایمان و بخیر ایمان بس. الله شما